هی درود به شما دوستان گل، خوش اومد به پارت جدید از بازی رزیدنت ایویل کویم. اومدیم با پارت دوم، ایشالله اگه بازی با ما کنار بیاد. ما پارت های قبل اینجور گشتیم باید بریم تو همون اتاقی که باید بریم. بیا تو اتاق 204 صحبت کنیم. خب بریم دوستان. راستی من الیکس پلیر هستم با گیم. سلام کنید. سلام گیم. خب برگشت. یکم بازی لگه. خب باید بریم بالا. صدا میاد. سر صدا میکنیم. چه صدا جیر میاد. بابا دیوار اینجا میشه کم کم تلک بخوره این بازی. خب اوه چه لگه بدیه. چقدر لگش بده. چیزی نی این طرف میز بیلیارد. اوکی. خب اینجا هم چیزی نی. واقعا چیز برگشتم. اوه چه ای کلید میخواد. کلید ندارم که بعدش من اینجا رو الان نمیتونم درست حساب بگردم چون که قبل وضعیت اینترنت بده. بازی هم لگ. سیگار پایین بود. اوکی. ای با چه من اینو بکنم؟ این چه عکس گریست بودن از که خونه اشکفتش. خب بک چخ. اوه حالا من باید دنبال یه چی بگردم بتونم اینو پاره کنم. الان با این وضعیتی که اینترنت داره فکر نکنم بتونم. یه چیزی پس بازه. چیه؟ خب نه پیدا کردیم. سیم چین رو پیدا کردیم. اوکی. سک تو رو ترسیدم. غلطی کردم گذاشتم اول شخص. من نباید کارایی که یوتیوبر رو کردن رو میکردم. من نباید اصلا میذاشتم اول شخص. وای باز همین جوریش هم ترسناکه. اونجا انگار آتیش گرفته. آتیش سوزی رخ داده؟ نمیدونم. روزنامه هیچ چیزی نداره به من نشون بده اینجا چه هم یکم بیشتر بگردم. 202 چی؟ 202 نمیتونیم بریم. 4 هم که بسته است. 203 بسته است. 204. خب اینجا چی؟ اینجا جعبه بس بذار ببینم میتونیم نشسته بریم. نه این بر نشسته نمیشه. جسد یه مرد البریج. این پلیس مجموعی از مرگ‌های اسرارآمیز. چرا دارم میخونم؟ ماشاءالله لعنتی. یکم میخوام اینجا رو بگردم. اینجا چیزی نی. آره فقط همون یه دونه. اوکی باور کردیم اینجا واقعا چیزی نی. بشین. نمیدونم هیچی نی. خب چون که چیزی نی. پر عکس. خب گیریس و ننش کنم امبرلا دنبال اینو.
اوکی تو کاتسین خواهشن دیگه تو خود همین کاتسین اتفاقی نیفته. این چیزها مال شریطی که اومده رفت. فکر نکنید نه بودید هم دارم، نه این شریط یه سری پیام های عجیب غریب برا من میاره، نمیدونم چه پیام که نه نوتیفیکیشن شیاره. ببخشید بابت اینکه این قلقی داره و اینا، اینترنت هم بعد یکم برای همین اینجوری میشه. اوکی بازی شروع شد. ای داد تازه 6 دقیقه است. وات وای نه 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 بیا تایید. خب الان وسط کاتسین چرا باید اینجوری بشه دقیقا؟ به چه دلیل؟ وسط کاتسین یه دفعه بازی. اوکی دوستان من یه دقیقه اینو برم درست کنم. دوستان درستش کردم، البته اگه فکر کنم درست شد. برو اوکی بررسی کردی. داستان اصلیه تو رو خدا نه بابا بی خیال. دوباره امتحان کردم آوردمش بالاخره. خواهشن از آخرین جایی که ذخیره، من اصلا چیزی ذخیره نکردم برادر. حالا ادامه. اوکی what دوستان کاتسین از بین رفت، نمیدونم باید چه غلطی کنم. وای من باید بیام اینجا در بیارم کتابو.
بعدم یعنی کتابو فکر کنم دوباره اونجوری شد. اوکی میدونم ویدیو درست حسابی نشد، همشم تقصیر این برنامه است، همشم تقصیر این برنامه است دیگه، کاری نیست دیگه. اوکی دوستان، امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. با گیم خدافظی کنید. خدافظ.